چمدون شانسی یکی از محتوایی که این روزا خیلی توی یوتیوب میبینیم که همه از هر جای دنیا از فرودگاه‌های مختلف چمدونای گم شده رو میخرن و اونا رو آنباکس میکنن. اما من تا حالا ندیدم کسی توی ایران بیاد چمدون شانسی بسازه. برای همین بعد از یه سری پرسجوهایی که کردم به این نتیجه رسیدم که توی راهن تهران یه بخشی هست که چمدونای گم شده که 5-6 سال از روش میگذره رو میفروشن با قیمت‌های مختلف 500 600 700. برای همین امروز تصمیم گرفتم که برم برای بنیامین که خیلی این محتوا رو دوست داره یه چمدون بگیرم و آنباکسش رو ببینیم چی توشه. فقط جدی امیدوارم دو تا چیز خوب بتونیم پیدا کنیم و بخریم که حسابی سورپرایزش کنیم بنیامین. خب بنیامین، از اونجایی که خیلی گفتی ویدیوی آنباکسینگ چمدون شانسی دوست داری، برام رفتی از اون گرفتی؟ آره. به باورم نمیشه تو ایران نه راهن. راهن داره؟ آره راهن داشت. راهن جا خیلی جالب بود برام. رفتم راهن بچه‌ها، کلیپش هم اول ویدیو دیدین. رفتم راهن گفتم آقا جایی هست که چمدون گم شده و اینا داشته باشه؟ گفت آره بابا. گفتم مگه میشه؟ گفت آره هستش. یه قسمت بهم نشون داد. بچه شما اگر بچه کانتنت کریتور دوست داشتن توی بخش راهن توی بخش وسایل گم شده پیش آقای رسولی برین. از اونجا میتونید خرید به قیمت‌های مختلف. چیزی که من گرفتم یه چمدون خیلی کوچیکه یه نفره است. یارو گفت که مثلا 5-6 سال این چمدون گم شده و ددلاین این که چمدونای گم شده رو یعنی بفروشن 6 ساله. این 5 سال بود گم شده. و خب ما اینو گرفتیم و الان قراره که با هم بازش کنیم. نه من میدونم توش چیه نه بنیامین میدونه توش چیه. خیلی هیجان زده. نمیدونم واقعا توش چیه. واقعا ذوق داریم جفتمون. بریم بازش کنیم ببینیم چی در میاد. هولی شیت. حاجی اینا چیه توش؟ بذار اینو ببندم آخرش بریم سراغ جیبش. از این مگس کشه دست کش یه چیزی میپوشیدیم معلوم نیست مال کیه. نکو اینقدر مونده اینجاش خاکستر. حاجی بده کار میکنه به نظره. حاجی اینا کلا سالمن باشه. اینا یه کلاهبرداری بزرگه. هر کاریش می‌کنی شاید کار نمی‌کنه. بازم مگس پشه می‌خورتتون. مثلا نگران نداری. باندانا برو کنار مال خودمه. حواسم نیست کثیفه. حاجی یه لحظه پرچم دشمن شورت ماست. آفرین. و این نمیدونم شورت میشه؟ اندازه میشه؟ من الان شلوارم در بیارم هیچ معلوم نیست. نه از زیرش معلوم میشه. آقا بریم آیتم بعدی. تو که داری می‌بینی چی داریم. انقدر فیک نیستیم ما بچه‌ها، ما اصلا فیک نمی‌سازیم. آها از اینا بچه‌ها مو توشه. ای هشو حاجی از اینا و یه 6 سال پیش هم بوده. من خیلی بابا 6 سال پیش بوده دیگه. من 2 سال دیدم. ولی چسبای اینجاش بچه رفته فکر نکنم اصلا قابل استفاده باشه. بیا این بر تو. بله آیتم یک تیشرت زرد اندازه منم نمیشه اکچولی. که هر کی تونست بالای 5 کامنت بذاره به قید قرعه. او بعدی هم نمیده. توی کهنگی میده. 6 قشنگ معلومه 6 سال یه جا بوده. یه شلوارک ماماندوزه. یکم پاره است. پاره. صاحب این چمدون اگر داری این ویدیو رو میبینی آقا هواکشت خیلی شلوار اگر میخوای بیا من برات با بچهای چت و ویور صدا ضبط میکنه یه گیو اوی میذاریم به شلوار میدیم دوست عزیز. نه حالا بو نکن حالا اونجاشو یارو داره اونجا جدی بو خوب نمیده. یه دقیقه بو کن جون من یه دقیقه بو کن. بچه‌ها واقعا بوی بدی نمیده. این چیه؟ اینم که یه تیشرت. ای وای این از ایناست. بچه‌ها نگاه کن اینجا رو بگی بالا بچه‌ها ببینن. بکنم ببین یه نفر بوده می‌خواسته بره سفر تازه هم لباسش همونجا گم کرده قبل از رفتن. مثلا می‌خواسته از این لانگ دیستنس‌ها داشته گفته بذار لباسای تمیز و خیلی خوشگل مشکل چیه؟ بزن خیلی از این ویدیو میبینم خیلی دوست دارم. روش نوشته کویر موتوره؟ ای کلاه حاجی چه نوعه هیچی خط و خش روش نداره. پشت و توشو نگاه کنی واقعا تمیزه. آقا من که کلم کچله ولی رو کلاه میذارم. آقا من شهرمندم. اب نداره چه شکلی شدن؟ شبیه کوی از اینا. چیه؟ سال‌هاست از اینا ندیدم. خیلی قدیمی. من اینو موقع تولد 5 سالگی اینجا می‌ذاشتم روی دوربین. شاتر دوربینه؟ اذیت هم نکن من می‌خواستم واسه دوربین. بچه نگاه کنین یه شاتر دوربین از فلشه در واقع. پشتش یه سری اعداد داره و کار میکنه. آره باتری دو قلمی میخواد. یک عدد تیشرت. حاجی پره جدی. من ذوق دارم. به نظر اورالبیه. آقا برو کنار آنباکس میخوام بکنم. من از ویدیو دوست داشتم. من خودم جدی دارم خوش میگذره. واقعا توش پره؟ حاجی مسواک باشه. خب سریشو چیکار کنم؟ دهنیه خب. خب روست شدیم توش. خالیه. آره. بیا این برای تو برو بخون. اینم برای من. آقا اجازه یه صفحه برای
این همه زبون داره. این یه چیه؟ دونه ادات کلده که نخوریم بهتره. خود من دایمتیکون برای نفع خوبه. یه سوال، داروهایی که تاریخ مصرفشون میگذره مثلا این ادات کل که ضد سرماخوردگیه وقتی برعکس میشه اونو واکنی؟ اینو قرمزه این چیه؟ بکنم هارد هارده؟ توش از ایناست که وصای امام داره؟ این چی؟ سرش اوتیجی داره. آجی من 6 سال پیش از اینا بود. وایسا حاجی جرأت داره. گوشیم کو؟ من حاجی یا خدا ببین اگر ویروس داشته باشه واقعا گوشیم به فاک میره. امیدوارم هیچی نداشته باشه. آیا حاضر همچین ریسکی بپذیری؟ برای بچهای تو خونه آره. ببین کار کرده. چراغش روشنه. بعد 6 سال هنوز داره کار میکنه. بالا نیاورد آورد میگه فرمت کنید تا استفاده کنید. مثل اینکه من... خیلی قدیمی گوشی‌ها ساپورت نمیکنه. اینو میذارم تو کامپیوتر حتما چیز میکنم. محتویات داخلشو بهتون میگم. این برای من به به. این چیه این؟ رنگ و روش چقدر رفته. میشه اونو بدیم. من همیشه دوست داشتم چین داشته باشم. تو داری؟ چی داری؟ حاجی میخوام اینو نشون بدم. ببینم. سونی اریکسون. ببین باتری داره؟ داشته باشه. بلدی؟ آره بابا من یه زمان این رنگی نقره‌ای شده یادمه. سیم کارت توشه. سیم کارت توشه پشمام. حاجی ولی باتریشو ببین. بچا گوشی یا کنید یه سیم کارتم به نظر ایرانسل میاد. روش دار آره زرده. حاجی مثل اینکه تموم عطر توشه. عطر مشهدی بچه اینو بزنی هیچ وقت نمیتونی پاکش کنی. تا آخر عمر باهاتونه. وایسا. من این گوشیه رو برای خودم برداشتم. ماماسیتا پورتافرتا کورتاپورستا. خودت چمدونم که خدا بده برکت دیگه ها. ایوا حاجی پشما آیفون تیریجی. میدونی من چند ساله از این گوشی ها نظر کار میکنه؟ وای نمیشه. آیفون تیریجی قشنگ مال چند سال پیش آیفون تیریجی 8 گیگ هم هست ولی رنگش حسابی رفته. من یادم برگام بچه‌ها واقعا برگام بازم شده البته. کدوم اریکسون برمی‌داری؟ اینو من اینو برمی‌دارم میذارم تو بک‌گراندم برای آدمای پولدار همیشه از این گوشی استفاده می‌کنن بچه گوشی دیگه واقعا تموم شد. هیچی نداره. بگم شاید یه چیزی بود که شورت و کورستاش هم که دیدیم یارو رو. بنیامین یه چیزی میخوام بهت بگم. میدونستی که این آیتما وجود خارجی نداره و فیکه؟ جدی فکر کردی اونا که تو خارج آلمان، ترکیه، کانادا، سوئد، اینور اونور میان چمدون آنباکس چمدون شانسی از فرودگاه خریدیم میذارن واقعیه؟ معلومه فکر دیگه. اینم یه پرانکی بود که هم تو رو کردم هم بنیامینو. جکس. یعنی چی؟ آیتما فیکه؟ همش آیتمای خودم بود. حتی آیفون تیریجیه. برو بابا من مسخره تو هم.